این آیه خیلی جالب است. آیاتی که در مورد نیکی به پدر و مادر است آیات زیادی است. ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا وقضى ربك ألا تشرك بالله وبالوالدين إحسانا. یعنی آیاتی که در مورد احسان به پدر و مادر، نیکی به پدر و مادر است زیاد است. اما این آیه یک نکته خیلی جالبی داره. دوستان عزیز دقت بکنن. الله متعال میفرماید وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه. الله سبحانه و تعالی چنین تقدیر کرده است، چنین مقرر کرده است که نپرستید مگر او تعالی را. و بالوالدین احسانا، و پدر و مادرتان چی کنید؟ نیکی بکنید. اما یبلغن عندك الكبر احدهما او کلاهما. و هرگاه یکی از آن دو نفر، یعنی پدر و مادر، یا یکی از آنها، مثلا پدرش فوت کرده مادر داره، مادرش فوت کرده پدر داره، به سن پیری رسیدن، فلا تقل لهما اف، به اونها حتی کلمه اف هم نگید. ولا تنهرهما، به سر آنها فریاد نزنید، دل آنها را نشکنید، سرشون داد نزنید. و قل لهما قولا کریما، و به اونها چی بگید؟ با نیکی و بزرگوارانه به اصطلاح سخن بگید. در اینجا چرا اینو ذکر میکنه؟ اما یبلغن عندک الکبر احدهما او کلاهما. انسان که پیر میشه دقیقاً عقلش، شعورش، قوتش، اخلاقش کأنه برمیگرده به دوران کودکی. شما وقتی کودک بودید بهانه میگرفتید. پدر رفته زحمت کشیده براتون یک کفشی خریده، لباسی خریده، نه من اینو نمیخوام. کفش سفید خریده، نه من کفش مثلا سیاه میخوام. پیرن رنگ مثلا سفید خریده، میگه نه من رنگ قهوه‌ای میخوام. بهانه میگرفتید. بیا این غذا رو بخور، نه این خوشم نمیاد نمیخورم. مریض میشدی، بیا دارو تو بخور. دارو مثلا شاید همه کسانی که فرزند دارن تجربه کرده باشن. مشکل ترین زمان برخورد با کودک وقتی است که مریض است. تا سن تقریبا 5 سالگی بیمار که میشه دارو نمیخوره. دارو عموما تلخ است، نمیخوره. با چه وضعیت سختی یک قاشق دارو رو به کودک میده پدر و مادر. شب نصف شب گریه میکنه، بلند میشه، شاید 2 مرتبه، 3 مرتبه، 10 مرتبه. شب تا صبح پدر و مادر به نوبت اون رو اگر تب بکنه، مریض باشه، نمیخوابن، اون رو به اصطلاح نگهش میدارن. دقیقاً پدر و مادر که پیر میشه کأنه الله سبحانه و تعالی همون دوران کودکی که شما داشتید و همون مشکلات و سختیایی رو که پدر و مادر تحمل کرده، الله متعال میگه که تو الان نوبت تو است که تحمل بکنی. بی حوصله میشه، شما هم بی حوصله بودید وقتی کوچیک بودید. بهانه‌گیر میشه، شما هم بهانه‌گیر بودید وقتی کوچیک بودید. عصبانی میشه، شما هم عصبانی میشدید وقتی کوچیک بودید. بدون دلیل یک چیزی رو بهانه میکردی، گریه میکردی. و این پدر و مادر میتونست که یک سیلی بزنه خاموشت بکنه، میتونست که حتی پدر و مادر میتونست اولادش در اروپا و آمریکا میشنوید فرزندانشون رو خفه میکنن، میکشن. یکی با تو ماشین 2 تا کودکشو گذاشته بود داخل دریا غرق کرده بود. اما این پدر و مادر با صبر و تحمل شما رو بزرگ کردن. الله متعال در این آیت میگه که و اما یبلغن عندك الكبر احدهما او کلاهما، یعنی هر دوشون اگه پیش تو پیر شدن، حتی کلمه فلا تقل لهما اف، حتی کلمه اف رو هم نگید. اف کلمه ای است که مثلا میگه که اینو نمیخوام، اینو برام بیار. اف پدر دست تو خسته شدم. این کلمه اف گفتن این گناه هست، معصیت هست. چون پدر و مادر برای شما اینو نگفته وقتی که شما کوچیک بودید. شما هم امروز نگید. و به شما یاد میده یک چیز دیگر رو در آیه بعدی. واخفض لهما جناح الذل من الرحمه، برای اونها بارهای رحمتت را بگستران، انبار بکن. یعنی خودتو در مقابلشون رؤوف و رحیم و حتی خوار و ذلیل بگردان، چون که یک روزی تو در دست اونها خوار و ذلیل بودی. باور کنید تا شاید اکثر کودک‌ها تا 1 سالگی، بعضی هم تا بیشتر،
اگر پوشاک تو عوض نمی کردن، از بوی گندت کسی در خونه نمی توانست زندگی بکنه. چه بسیار بودن کودکانی که مثلا پدر و مادر حواسش نبوده، پوشکش رو عوض نکرده، حتی گرفتن اون مدفوعشون رو به سر صورتشون مالیدن. نمیدانستی که این کثیف است، این میکروب است، این نجس است. اینو نمیدونستی. همین مادر این رو با دستانش میشست، تو رو تمیز میکرد. خیلی کودکا رو ببینید تا 7-8 سالگی مادرشون میبره حمام میشوردشون برای غسل کردن مثلا، چون نمیتونه انجام بده. همین پدر و مادر بود که تو رو تمیز میکرد. امروز اونها دقیقاً همون وضعیت رو دارن که تو در 1 سالگی و 2 سالگی و 3 سالگی داشتی. وقل رب ارحمهما کما ربیانی صغیرا. بگو که پروردگارا به اونها رحم بکن همان طوری که اونها مرا در خردسالی تربیت کردن، بزرگ کردن. الله سبحانه و تعالی میخواهد که به شما گوشزد بکنه که یک روزی تو هم در دست همین پدر و مادر خار بودی، ذلیل بودی، هیچ حول و قوه‌ای نداشتی. حرف نمیتونستی بزنی. به طرف یک خیلی کودکان به طرف یک چیز اشاره میکنه، گریه میکنه، پسرم دخترم چی میخوای؟ یک چیزی میگه، شما نمیدونید که داره چی میگه. وقتی که پدر و مادرت هم پیر میشه، به همین یک وضعیت گرفتار میشه. گاهی اوقات دلش یک چیزی میخواد، نمیتونه به تو بگه، نمیتونه بیان بکنه. یک نکته رو بگم در اینجا. بعضیا میگن که من به پدر و مادرم احسان میکنم. احسان، کلمه احسان رو ما در مراتب ایمان داریم. احسان که ان تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. چنان الله را بپرستی انگار که داری الله را میبینی. اگر اینو تصور نمیتونی بکنی که تو داری الله را میبینی، اینو که باید تصور بکنی که الله تو را دارد میبیند. یک از مراتب ایمان است. در حدیث جبریل که میپرسه که وما الاحسان، احسان چی است؟ در احسان به پدر و مادر این نیست که تو فقط یاشید کمک بهش بکنی، ماهانه $100 بفرستی بگی من به پدر و مادرم احسان کردم. خانه خوب گرفتی، براشون وسایل زندگی آماده کردی، بگی که من به پدر و مادرم احسان کردم. رفتی دست و پایشون رو بوسیدی، غسلشون دادی، خونهشون رو تمیز کردی، براشون غذا پختی، همه این کارا رو انجام دادی، همه نیازهاشون رو برطرف کردی، حتی توالت رفتی تمیزشون کردی، حتی به پشتت گرفتی اینها رو حج بردی، همه این اعمال رو انجام دادی. اینا هیچ کدومش احسان به پدر و مادر نیست، اینا وظیفه است. بر میتونیم بگیم، بر الوالدین آره، اما احسان به پدر و مادر چیز دیگری است. احسان این است که تو بفهمی که پدر و مادر چی میخوان بدون اینکه اون از تو بخوان، بدون اینکه به تو بگن. به طور مثال یک بار احساس کردی که وقتی که در پیش پدر و مادرت موبایل رو دستت گرفتی خوششون نیامد، چهرهشون رو دیدی، چشمی نگاه کردی که خوششون نیامد. بعد از اون نباید در جلوی اونها موبایل رو دستت بگیری. احساس کردی که امروز مثلا از صحبتاشون دلشون میخواد که مثلا امروز براشون گوشت بخری، مثلا میوه بخری. به طور مثال شوی والا داشتم می اومدم از کوچه، چه میوه هایی آمده در بازار. این دلش رفته، بدونی که از تو بخوان که برو برام سیب بگیر، برو برام پرتقال بگیر، برو برام میوه بگیر. تو باید درک بکنی، بفهمی که الان دل پدر و مادر تو میوه میخواد، بری بگیری بدونی که اونا از تو بخوان، بدونی که تو بپرسی. احسان به پدر و مادر این است که تو بفهمی که اونها چی میخوان و بدون اینکه از تو بخوان تو انجام بدی. این مرتبه احسان به پدر و مادر است. شاید کمتر شنیده باشید این رو، اما واقعیت این است. احسان این است. بقیه اعمالی که انجام میدی همش وظیفه است. غذا براشون، مثلا به دهن پدر و مادرت پیر شدن نمیتونن غذا بخورن، دستش میلرزه،
نمیتونه غذا بخوره، به دهنش غذا میدی. به یادت بیار که یک روز تو هم به این پدر مادر به دهنت غذا میداد، نمیتونستی غذا بخوری. اوه روز اولی که شروع کرده بودی به غذا خوردن چقدر خوشحال شده بودن که فرزندمون غذا میخوره. اگر میبری حمام تمیزشون میکنی، به یادت بیار که یک روزی اونا تو رو تمیز کرده بودن. اگر نمیتونن راه برن مجبور میشی بغلشون بکنی، ویلچر بیاری، زحمت بکشی، به یادت بیار که یک روز تو رو هم اینا بغل میکردن میبردن بیمارستان، بغل میکردن میبردن بیرون، نمیتونستی راه بری. اینا همش وظیفه است. احسان به پدر و بالوالدین احسان، احسان به پدر و مادر این است که تو بدونی که اونها از تو بخواهند، بدونی که اونها چه میخواهند و انجام بدی براشون. و اگر احساس میکنی از فلان عمل فلان حرف بدشون میاد، در جلوی اونها نگی، تکرار نکنی. $100 فرستادی که قربانی بکن، میگه نه، مثلا بهانه در میاره، شاید بهش نیاز داره، شاید اصلا همین پول رو دوست داره. چهار روز زنده است، فردا میمیره. بگذار همون $100 که تو فرستادی قربانی بکنه، بگذار که خودش بخوره، خرجش بکنه. اختیار بده بهش، نه اینکه سرش داد بکشی، منت بکنی که با من اینو برای قربانی فرستادم، تو چرا قربانی نمی کنی، چرا بهانه میگیری. نه، بگذار آزاد بگذارش، هر کاری دلش میخواد بکنه. چون که یک وقتی هر کاری دلت خواست میکردی و اونها چی کار میکردن؟ میخندیدن. دلت میخواست بلند میشدی، ظرف میشکستی، کثیف میکردی، همه خونه رو به هم میزدی، اونا تحملت کردن. تو هم امروز تحمل بکن.